درود بر شما. تیم فوتسال افغانستان پس از قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان و کشور بازگشت. تیم ملی فوتسال زیر 17 سال کشور پس از قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان روز شنبه 10 اکتبر به افغانستان بازگشت. تیم فوتسال افغانستان در فینال جام قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان 2025 با نتیجه 2-1 ایران را شکست داد و قهرمان این مسابقات شد. تیم فوتسال پس از بازگشت به کابل مورد استقبال حکومت افغانستان و شهروندان قرار گرفت. این نخستین قهرمانی تاریخ فوتسال افغانستان در مسابقات آسیایی است. دیدار نهایی بین افغانستان و ایران به دلیل حاشیه‌سازی‌های رسانه‌های ایران و فشار روانی که ایجاد شده بود، حساسیت زیادی داشت. افغانستان در این رقابت‌های پیش از فینال نمایش‌های درخشان ارائه کرده بود. شمار زیاد از سیاسیون افغانستان با انتشار پیام‌هایی از قهرمانی تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در بازی‌های آسیایی جوانان 2025 استقبال کردند. ایران تصمیم دارد ازدواج میان اتباع خود و شهروندان خارجی را رسمیت بخشیده و روند آن را قانونمند سازد. نادریار احمدی معاون وزیر داخل ایران میگوید که این کشور در تلاش است موضوع ازدواج با غیر ایرانی ها را از حالت شرعی به قانونی تغییر دهد. آقای یار احمدی افزود که این طرح مخالفان و موافقان زیادی دارد. نادریار احمدی روز جمعه 9 اکتبر گفت که ازدواج‌های غیر قانونی باعث بروز مشکلات برای زنان و کودکان شده است و به همین دلیل این کشور تلاش دارد ازدواج با غیر ایرانی ها را قانونی کند. معاون وزیر داخل ایران گفت که اخیراً نخستین نشست کمیسیون مشترک وزارت داخله با اعضای مجلس نمایندگان ایران در مورد قانونی کردن ازدواج ایرانیان با غیر ایرانی ها برگزار شده است. این مقام ایرانی گفت که در این نشست حدود 17 بند از ماده اول که مربوط به تعریف‌های اصلی بود تصویب شد. او افزود اگر جلسات هفتگی ادامه یابد احتمالاً این نشست تا 3 ماه آینده به نتیجه خواهد رسید. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که یک جوان 20 ساله اهل افغانستان در شهر لیون به اتهام ارتباط با گروه داعش بازداشت شده است. مقام‌های فرانسوی روز شنبه 10 اکتبر اعلام کردند که یک جوان 20 ساله افغانستانی به اتهام داشتن ارتباط با شاخه خراسان گروه داعش در شهر لیون بازداشت شده است. در اعلامیه دفتر دادستانی ملی مبارزه با هرز افغانی فرانسه آمده است که این فرد به ظن عضویت در داعش و تامین منابع مالی آن تحت بازداشت قرار دارد. در بیانیه تاکید شده است که او به طور آشکار به ایدئولوژی جهادی باور دارد. به گفته همین نهاد، فرد بازداشت شده برای داعش خراسان پول ارسال کرده و در ترجمه و انتشار مواد تبلیغاتی این گروه نقش داشته است. روزنامه لیو پاریزن گزارش داده که وی چند سال پیش وارد فرانسه شده بود و پیشتر نیز به اتهام ستایش از توریسم مورد تحقیق قرار گرفته بود. گروه داعش خراسان در افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آسیای میانه فعالیت دارد. حکومت افغانستان میگوید که مراکز این گروه را در افغانستان از بین بردند. داعش در سالهای اخیر مسئولیت چندین حمله خونین در افغانستان و روسیه را بر عهده گرفته است. در یکی از این رویدادهای افراد وابسته به این گروه در ماه مارچ 2024 بر سالن کروکس در مسکو حمله کردند که در نتیجه آن 150 نفر جان باختند.